سلام بر شما همراهان همیشگی. قطعه هنرمندان بهشت زهرا به دفن هنرمندان و فعالان عرصه هنر اختصاص داره. در این ویدیو میخوایم سری بزنیم به مزار هنرمندان مشهور که تا حالا کمتر دیدین و یادشون رو زنده نگه داریم. ممکنه مزار برخی از این سلبریتی‌ها در قطعه هنرمندان نباشه و در شهرها و مکانهای دیگه‌ای دفن شده باشن، اما به خاطر اینکه یادشون رو زنده کنیم اسامیشون رو در این ویدیو قرار دادیم. پس لایک رو بزنین و تا آخر ویدیو همراه من باشین. لطفاً اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردین همین الان روی دکمه قرمز کلیک کنین تا برای همیشه عضو خانواده ما بمونین. زنده یاد محمد علی فردین، فوت در 69 سالگی بر اثر ایست قلبی. مرحوم رقیه چهره آزاد، فوت در 87 سالگی بر اثر کهولت سن. زنده یاد آتیلا پسیانی، فوت در 66 سالگی بر اثر بیماری سرطان. مرحوم هوشنگ حریرچیان، فوت در 92 سالگی بر اثر کهولت سن. زنده یاد صدرالدین حجازی، فوت در 76 سالگی بر اثر سرطان ریه و سکته مغزی. مرحوم مهری ودادیان، فوت در 74 سالگی بر اثر عفونت شدید ریه و بیماری کلیوی. زنده یاد فردوس کاویانی، فوت در 82 سالگی بر اثر بیماری پارکینسون. مرحوم جهانگیر فروهر، فوت در 81 سالگی بر اثر کهولت سن. زنده یاد آزاده نامداری، فوت در 36 سالگی، مرگ خودخواسته. مرحوم اکبر گلپایگانی، فوت در 89 سالگی بر اثر ایست قلبی. زنده یاد چنگیز جلیلوند، فوت در 80 سالگی بر اثر بیماری کرونا. مرحوم پروانه معصومی، فوت در 78 سالگی بر اثر پارگی ریه و عفونت. زنده یاد پردیس افکاری، فوت در 59 سالگی بر اثر بیماری سرطان. زنده یاد بیتا فرحی، فوت در سن 65 سالگی بر اثر بیماری قلبی ریوی. مرحوم رضا بیک ایمانبردی، فوت در 67 سالگی بر اثر سرطان ریه. مرحوم سعید راد، فوت در 79 سالگی بر اثر زمین خوردگی و عفونت ریه. مرحوم زهره حمیدی، فوت در 67 سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده. مرحوم رضا داوود نژاد، فوت در 43 سالگی به علت مشکلات کبدی و عفونت خون. مرحوم بهمن مفید، فوت در 78 سالگی بر اثر سرطان ریه. زنده یاد زریع خوشگام، فوت در 77 سالگی. او همسر مرحوم علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی است. مرحوم منوچهر اسماعیلی، فوت در 83 سالگی بر اثر عوارض ناشی از کرونا. مرحوم ژاله اولو، فوت در 97 سالگی بر اثر کهولت سن. زنده یاد حسام محمودی، فوت در 37 سالگی بر اثر بیماری کرونا. زنده یاد ولی الله شیراندامی، فوت در 88 سالگی بر اثر کهولت سن. مرحوم بابک خرمدین، فوت در 46 سالگی توسط پدر و مادرش که به قتل رسید. زنده یاد حسن جوهرچی، فوت در 48 سالگی بر اثر ایست قلبی و نارسایی شدید کبد. مرحوم فرشته طاهرپور، فوت در 68 سالگی بر اثر بیماری کرونا. مرحوم نادیا دلدار گلچین، فوت در 52 سالگی بر اثر نارسایی کلیه. زنده یاد بهنام صفوی، فوت در 35 سالگی بر اثر تومور مغزی. مرحوم نصرالله وحدت، فوت در 95 سالگی بر اثر کهولت سن. مرحوم سید علی طباطبایی، فوت در 21 سالگی بر اثر ایست قلبی. مرحوم حسین عرفانی، فوت در 76 سالگی بر اثر سرطان ریه. زنده یاد ابراهیم آبادی، فوت در 85 سالگی بر اثر بیماری ریه و کبد. مرحوم قاسم افشار، فوت در 66 سالگی بر اثر سکته قلبی.
زنده‌یاد داوود رشیدی، فوت در 83 سالگی بر اثر ایست قلبی. مرحوم دکتر افشین یداللهی، فوت در 45 سالگی بر اثر سانحه تصادف. مرحوم مهین شهابی، فوت در 73 سالگی بر اثر تومور مغزی. زنده‌یاد عباس کیارستمی، فوت در 76 سالگی بر اثر دستگاه گوارش. زنده‌یاد محمد علی کشاورز، فوت در 90 سالگی بر اثر مشکل کلیه. مرحوم علی معلم، فوت در 54 سالگی بر اثر ایست قلبی. مرحوم سید کاظم افرندنیا، فوت در 71 سالگی بر اثر سکته مغزی. مرحوم مسعود رسام، فوت در 51 سالگی بر اثر سرطان. مرحوم صدیقه کیانفر، فوت در 87 سالگی بر اثر کهولت سن. زنده‌یاد آرش میر احمدی، فوت در 53 سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده. مرحوم شهرام عبدلی، فوت در 46 سالگی بر اثر خونریزی مغزی. زنده‌یاد اصغر بیچاره، فوت در 89 سالگی بر اثر سرطان حنجره. مرحوم احترام السادات حبیبیان، فوت در 84 سالگی بر اثر کهولت سن. زنده‌یاد پوپک گلدره، فوت در 34 سالگی بر اثر سانحه تصادف. همینطور که ادامه ویدیو مربوط به قطعه هنرمندان رو مشاهده می‌کنید، نظرتون رو برامون بنویسیم. روح همه هنرمندان درگذشته شاد و یادشون گرامی. در پایین همین ویدیو میتونین عکس مزار هنرمندان دیگر رو هم مشاهده کنید. این ویدیو تقدیم به هنرمندان ایرانی که کلی خاطره خوب برامون ساختن و برامون کلی خاطره ساز شدن. روحشون شاد و یادشون گرامی. ویدیوهای پیشنهادی رو هم حتما ببینید و اگه به سبک این ویدیو علاقه‌مندین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگونه کلانش رو هم بزنین تا اولین نفری باشین که از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.